بینندگان عزیز، تا آغاز بازی‌های 31 تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیروی برزیلیا 5 ماه مانده است. ورزشکاران تاجیک جهت به دست آوردن راحت‌ها با المپیاد نوبتی مبارزه می‌برند. در این موضوع ما صحبت داریم با دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف. تشکر. آقای رجب‌علیف، چنان که معلوم است تا امروز ورزشکاران تاجیک با این بازی‌ها یک راحت به دست آوردند. باز در کدام رشته‌ها ورزشکاران تاجیک برای به دست آوردن راحت‌ها تلاش می‌کنند؟ امروز ما یک راحت داریم، این دلشاد نظرов از ورزش سبک و لیکن برنامه‌ای که ما یک جویا با کمیته جوانان ورزش و سیاحی فدراسیون کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان برنامه سازی کردیم. از سال 2015 تا سال 2016 تا ماهای آگوست این برنامه خوب است که همه ورزشکاران بهترین تاجیکستان می توانند از این برنامه استفاده برده با همه مسابقات بین المللی، مسابقاتی که راحت به المپیاد میتیان آنها روانه هستند و اشتراک میکنند و من گفتنی هستم که ورزشکاران ما از نمود رشته بوکس، جودو، تکواندو و گشتن یونان و ریمی می توانند در این مسابقه ها اشتراک کنند. مسابقات انتخابی برای به دست آوردن راحت ها با المپیاد ریو دی ژانیرو چون که شما گفتید ادامه دارند در 5-6 نمود و در کجا برگزار می‌گردند و از کدام ورزشکاران شما نتیجه های را چون با مثل دلشاد نظرов که راحت گرفته است چشم دارید؟ ما باوری کامل داریم از موزونه چوری و انور یونوسف، جهان قربانوف این رشته بوکس. اگر رشته جودو گیریم این استوپریان کامرامشوی استوپریان، سعیدوف سعید جلال و تکواندو باشد گلوف علیشیر، نعمت فرهاد و مهرو حلیمова و از 20 نفر ورزشکاران بهترین از 5-6 نمودی ورزش ما امید داریم اگر که از 20 نفر آنها 10 نفر آنها راحت گیرند و باز دلشاد نظرов دارد راحت و کمیته بین المللی المپی با ما 3 کوته دیگر 2 کوته از نمود شیناوری و 1 کوته دیگر از نمود ورزش سبک با ما تقدیم میکنند. ورزشکاران تاجیک در 2 المپیاد پیشین 3 مدال به دست آوردند. در المپیاد در پیش استاده در ریو دی ژانیرو شما از کدام ورزشکاران تاجیک مدال ها را چشم دار هستید؟ باور کنید امید من از همه ورزشکارانی که راحت میگیرند در این بازی ها، ولیکن تجربه یک چیز را نشان میدهد که وقتی که در چمپیونات جهان یا که بازی آسیا ورزشکار صاحب مدال شد آنها حتما میتوانند در بازی المپی صاحب مدال شد. ما امید داریم از دلشاد نظرов در چمپیونات جهان صاحب مدال نقره گشت و ما امید داریم که دلشاد نظرов در این بازی ها صاحب مدال می شود. ما از موزونه چوری و امید داریم که در بازی لندن 2012 صاحب مدال برنجی شدند. آنها هم می توانند و تیاری و کوشش هم دارند. ما در برنامه خود برای موزونه همه امکانات رو فراهم کردیم که تا اینکه در المپیاد موزونه خوب برآمد کند. با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو دی ژانیروی برزیلیا صحبت ما در همینجا به پایان میرسد. ما بار دیگر به شما تشکر میگوییم و همچنین به ورزشکاران تاجیک در المپیاد نوبتی موفقیت های تازه به تازه آرزومندیم.